یا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. عزیزان، پیش از این در مورد عزت و کرامت در اسلام و جایگاه اون سخن گفتیم و بیان داشتیم که این دین عزیزان و افرادی هست که ذلت و خواری رو به هیچ عنوان قبول نمی کنند، افرادی که در خلاف امواج هولناک دریاها شنا می کنند و در مقابل طوفان‌ها ثابت قدم وای میسند، نه اونهایی که از هر طرف باد اومد به همون طرف برند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما در اثری که اشاره داشتیم که لا تکن امعه، نه به امعه نباش، دنبال مردم را نرو که اگر مردم خوب کردند خوبی کنی، اگر بدی کردند بدی کنی. هر کاری که در جامعه میشه، در یک مجلسی قرار گرفتی، همه یک کار اشتباهی رو میکنند، ما هم بودیم دیگه، هم رنگ جماعت. این تصورات اومدن. بعدش از پیامبر خواستن که با اونها یک کسی رو بفرسته که معلمشون باشه. پیامبر مصعب ابن عمر رو فرستاد. مصعب رفت در مدینه، دعوت کرد، شروع کرد با کی حرف میزنه؟ این صدای عزت و کرامت هست که بنده کسی نباشید، ذلت و خواری رو قبول نکنید، حرف هر کسی رو قبول نکنید. این چیزی بود که مردونگی و عزت و کرامت مدینه دنبالش میگشت. چرا که مدینه داغون شده بود با جنگ‌های طولانی که بین قبایل بود. به خاطر چی؟ به خاطر مثلا چیزهای پوچ. رئیس قبیله دستور داره ما بریم به طرف مقابل رو بکشیم. رئیس قبیله اون همه این سرگرانده ها از بین رفته بودند. یوم بعث حتی ام المؤمنین عایشه صدیقه در یک جمله بسیار دقیق استراتژیک بیانگر عمق فهم سیاسی مادر مؤمنان هست، میفرمایند که یوم بعث، یک روز بعث و جنگ های بعثی که در یثرب صورت گرفته بود، این در واقع یک هدیه‌ای بود از جانب الله برای پیامبر که قبل از قدوم مبارک پیامبر تمام اون سرعان کفر و جهالت مثلا از بین رفته بودند. یوم بعث کان یوما قدمه الله لرسوله. الان کی مونده بودن؟ جوانایی که دورنگری دارن، جوانایی که به آینده امید دارن، جوانایی که از اون همه ظلم و ستم خسته شدن. وقتی مصعب اومد و دعوتش رو آغاز کرد، ببینید که همه به دعوتش لبیک گفتن. سعد ابن عباده، سعد ابن معاذ، سعد ابن زراره، سید ابن حضیر، این همه شخصیت های ردوالای مدینه و مدینه در هیچ خونه ای نمونده بود مگر اینی که اسلام وارد شده بود. بعدش میبینیم که همین مدینه افرادی رو میفرسته برای بیعت عقبه پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که برید با پیامبر بیعت بکنید و پیامبر رو دعوت کنید بیاد به مدینه منوره. تا که یعنی این حس عزت و کرامت، تا که ما در داخل یثرب راحت زندگی بکنیم در حالی که برادرانمون و پیامبرمون تو مکه مورد آزار و اذیت قریش قرار میگیرن. ما میریمشو اینجا و از اونها حمایت میکنیم و از اونها دفاع میکنیم و نونمون رو با اونها تقسیم میکنیم. و همچنین شون با پیامبر بیعت کردن. در جالب است که در اون بیعت عقبه برخی از افراد به اصطلاح حکیم میخوان که به مردم گوشزد بکنند که خطر این بیعت چه هست. ای مردم، شما پیامبر رو میخواید از اینجا ببرید خونه به شهر خودتون، میدونید یعنی چی؟ یعنی همه سرخ و سفید و مردم همه دنیا مثل مور و مرخ میریزن رو کلتون و با شما به جنگ میافتن. آیا حاضرید در این راه خودتون، فرزندانتون، زن و بچه‌تون، همه دار و ندارتون رو قربان کنید؟ ببینید طرف میاد مثلا اینها رو بگه که آقا این قضیه خیلی جدی هست، مواظب باشید وقتی چیزی ره. ببینید اونجا چی میگه؟ صحابی میاد میگه امطع عنا یدک فقد اعطینا رسول الله عهدا. دست تو بکش، ما به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عهد و پیمان دادیم. یعنی ما میدونیم آقا این چیزا رو ما رو نترسون، ما رو بیم نده، ما فراتر از اینیم، جرأت و شهامت ما بالاتر از اینه که دیگه این حرفا رو به ما بگی. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی به مدینه میرن با عنوان یک دعوتگر، با عنوان یک کسی که میخواد مدینه رو اصلاح کنه اونجا نمیرن. پیامبر از مکه بلند میشه با عنوان یک رهبر سیاسی و یک
سرلشکر و یک قائد و یک رهبر وارد مدینه میشه و همینی که وارد مدینه شد دولتش رو تشکیل میده، در حالی که مدینه بیشترش مسلمان نیستن، مشرکان هستن، منافقان هستن، یهودیان هستن. اما پیامبر جزم قاطع داره و افرادی که هم دور پیامبر هستن میدونن که چیکار بکنن و کی هستن. یعنی افرادی هستند که از هیچ قدرت و هیچ نیرویی هراس ندارن، افرادی هستند که جانشون رو بر دستشون گرفتن، میدونن که چیکار میکنن و به سوی الله به سلام میرن. افرادی هستند که به پیامبر میگن که مثلا اگر ما همین کارایی کردیم ما پیش خداوند متعال چی داریم؟ پیامبر میفرمایند که اگر همچنین همچین مردونگی رو نشان بدید برای شما بهشت هست. میگفتند فوالله لا نقیل ولا نستقیل، پس این عهد و پیمان برابر، به خدا قسم که ما عقب نشینی نمی کنیم و این معامله‌ای که کردیم از این معامله بر نمیگردیم. قضیه خیلی روشن، خیلی با به اصطلاح شجاعت. می‌بینید مثلا در غزوه بدر پیامبر میاد مشوره میکنه که ما بریم بجنگیم یا نجنگیم. خب مهاجران که همه جان برکفن که یا رسول الله ما هستیم، انصاریان هم دیگه همه هستیم، این سوال نداره. اما پیامبر میخواد که از دهان خودشون بشنوه که واقعا هستن. سعد وقتی متوجه میشه که پیامبر منظورش اینه که ما انصاریان بگیم، میگه که یا رسول الله انگار که منظورت اینه که ما چیزی بگیم. یکی از مهاجران که گفت ما همه یه تنیم، دیگه مهاجر انصاری وجود نداره، اگر اونا عزیزان ما گفتن هستیم دیگه هستیم. خب میگه یا رسول الله اگر منظورت ما هستیم امض بنا یا رسول الله لما امرک الله، هر جایی که خداوند متعال تو رو امر کرده ما رو ببر، ما هستیم و هرگز ما از دستورات تو سرپیچی نخواهیم کرد. با خدا سوگند اگر ما رو بزنید توی این دریا و بگید که بریم توی دریا، ما پشت سر راه افتادیم دیگه، نمیترسیم که این دریا خطر غرق شدن هست، خطر نمیدن نهنگ ها هست چی هست. نه خیر، گفتی که برید میریم. ما از چیزی بیم نداریم. ما وقتی که الله رو شناختیم، وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رو آشنا شدیم که پیک الله هست، دیگه هیچ چیزی برای ما ترسناک نیست. ما در معرکه ان صبر عند اللقاء، ما علامت صبر و استقامت ماییم در جنگ و لصدق عند الحرب، در حرب در جنگ ها ما یعنی واقعیت مردونگی رو از ما خواهید دید. ما دیگه از هیچ چیزی هراسی نداریم. این ویژگی صحابه بود و همه افرادی که بعد از اون اومدن، همه سرلشکرهای اسلام رو میبینید که هیچ ابوبکر میاد با مانعین زکات میجنگه، با مرتدان میجنگه. چرا اجازه نمیده که پیکره امت اسلام اون موفقیت هایی که پیامبر تا این مرحله به دست آورده چیزی از اینها کم بشه؟ با همه میگن که آقا خیلی خطرناکه، لشکر اسامه رو نفرستید به اون به اصطلاح هدفی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میخواستن بفرستن به سوی رومیان. ابوبکر تعجب میکنه که این به کی میگه؟ به اون تحلیلگران سیاسی. چی میگه؟ شما چی شده؟ پرچمی که پیامبر به دست اسامه داده و مسئولیت و مأموریتی بهش داده، من اون مأموریت رو به هم بریزم؟ به خدا سوگند همچین اتفاقی نخواهد افتاد. اسامه میره برای مأموریتی که از جانب پیامبر داده، بعد از این هر چی میخواد بشه، حتی اگر سگان بیان و با نمیدونم داخل خونه های مادران مؤمنان هم بشن، ارتشی که پیامبر فرستاده باید بره. بعد میبینیم که همین ابوبکر از همین بقایایی که مونده اینجا ارتش تشکیل میده و از مدینه دفاع نمیکنه، هیچی. منافقان رو میزنه و مرتدان رو با اونا میجنگه، با کسایی که منع زکات میکنن میجنگه و همه رو برمیگردونه به یعنی این پیکره اسلام و جغرافیای دولت مدینه که داره الان تجزیه میشه، همه رو برمیگردونه و استحکام دولت اسلام رو بار دیگه بهش برمیگردونه.
در اینجا هم میبینید که همه رادمردان در کنار ابوبکر صدیق هستند. کسی جرأت نداره که، یا کسی اصلا به تصورش نمیاد که مثلا من در اینجا مثلا ما کمیم، ما توانمندی نداریم. نه، همه در ذهنشون کاشتن و کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله. چه بسا که بسیار تعداد بسیار اندکی بر لشکرهای بزرگ بیاری الله متعال پیروز میشن. قضیه خیلی برای صحابه و برای یاران رسول اکرم صلی الله علیه وسلم همه چیز پخته روشن هست که ما مرد میدانیم و از هیچ چیزی هراس نداریم. عقبة ابن نافع میاد به اقیانوس اطلس. خب با پشت سر این اقیانوس اطلس آیا انسان وجود داره؟ آیا اونجا بشری هست که ما بریم اونها رو به اسلام دعوت بدیم؟ نه، کسی اون طرف اقیانوس رو کی دیده؟ اون در اون زمان میاد با اسبش داخل اقیانوس و میگه به خدا سوگند اگر میدونستم پشت این آبها انسانهایی هستند که اونجا زندگی میکنند و دعوت الله به اونها نرسیده، به خدا سوگند از این اقیانوس رد میشدم تا دعوت الله رو به اونها برسونم. قضیه برای صحابه خیلی روشن بود که ما هدفمون نجات دادن بشر از بردگی و ذلت و خواری هست و برای این راه هیچ به اصطلاح عقب نشینی بلد نبودن. یعنی طرف میاد ربیع ابن عامر میاد پیش رستم، اون رستمی که اون غرور و تکبر و اون چوری هست، میگه که آقا لقد ابتعثنا الله، خدا ما رو فرستاده لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ما رو خدا فرستاده تا بندگان الله رو از زیر بردگی و ذلت امثال خودشون انسانهای دیگر رهایی بکنیم و اونها رو بیاریم به سوی عبادت الله متعال و اونها رو از جور و ظلم ظالمان و ستمگران و حاکمان نجات بدیم، بیاریمشون به عدل اسلام. این قضیه برای همه مؤمنان واضح و روشن بود. حالا چیزی که شاید خیلی مهم بود در این مرحله همون زندگی سختی که داشتن، اون زندگی پرمشقت صحراهایی که بی آب و علف بود و بی ساحل، که در این صحراها اینها شب و روز با این سختی میگذراندن. واسه همینه که حضرت عمر توصیه میکنه که یک توصیه تربیتی به مادران که اخشوا شنو فان النعم لا تدوم. ای پدر مادرها، ای خانواده ها، قضیه زندگی رو طرف نگیرید، خوشگذرانی نباشه تو زندگیتون، زندگی رو سخت بگیرید بر خودتون. شمایی که میلیاردر و میلیونر هستین بر خودتون زندگی رو سخت بگیرید. چرا؟ چون که این نعمت ها دوام نمیداره. شما میبینید که امروز میلیاردر است، فردا هیچی نداره. یکی امروز وزیر اعلی هست، فردا اسیر اعلی میشه. یکی امروز داره و برعکس کسی امروز هیچی نداره، فردا خداوند متعال دروازه های روزی رو به روش باز میکنه. همه اینها در طبیعت زندگی بشر وجود داره. الان تویی که در ناز و نعمت زندگی میکنی، اگر این ناز و نعمت ازت گرفته شد چه کار خواهی کرد؟ آیا ذلیل و خوار میشی؟ آیا دینت، عزتت، کرامت، ناموست رو میفروشی؟ یا نه ثابت قدم میمونی؟ این است که اخشوا شنو فان النعم لا تدوم. باید انسان ها خودشون رو بر سختی ها تربیت کنن. این یک تربیت میخواد، یک استقامت میخواد. شما در قرآن کریم میبینید اونهایی که در ناز و نعمت زندگی میکنن، اون مرفه ها، افرادی که در ناز و نعمت و زندگیشون مرفه هست، اینها افرادی هستند که هرگز به جاده نمیان. قرآن کریم از اونها میگه و ما ارسلنا فی قریة من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. در سوره سبع آیه 34 که ما برای هیچ ملتی، برای هیچ جایی پیامبری نفرستادیم مگر اینی که خب عموم جامعه اون رو قبول داشتن، بردگان و نوکران و انسانهای زحمتکش و انسانهایی که در سختی زندگی میکنن در این رعایت و سعادت خودشون رو پیدا میکردن. اما مترفان الا قال مترفوها، انسانهای خوشگذران،
انسان هایی که در ناز و نعمت و پول و پرع زندگی میکنن، اون مترفا چیکار میکردن؟ ان بما ارسلتم به کافرون، میگفتن که ای پیامبران ما به این چیزی که شما آوردید قبولش نداریم، ما قبول نمیکنیم. و شما هم دیدید وقتی پیامبر اومد ابو جهل ها، امیه ها، ولید ها، همه اینها که در ناز و نعمت و میلیونر و میلیاردر بودن پیامبر رو قبول نداشتن. چرا؟ چون این جایگاه بزرگ برای خودشون وهمها ساخته بودن، وهم قیادت، وهم رهبریت، وهم پول، وهم پله. اما بقیه انسان هایی که عقلشون در اختیار خودشون بود، گم نشده بودن، اینا مسلمون شدن. و در آیه سوره زخرف آیه 23 و کذالک ما ارسلنا من قبلك فی قرية الا نذیر و کذالک ما ارسلنا من قبلك فی قرية من نذیر. و همچنین قبل در هیچ جایی، در هیچ شهر و دیاری ما پیامبری نفرستادیم الا قال مترفوها، مگر اینی که انسانهای خوشگذران و اهل طرف میگفتن انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. ما روی دین نیاکانمون هستیم، عادات و رسوم و نیاکان ما چنین بودن، ما هم رو همون مسیر نیاکانمون میریم. اینا که هستن همین مترفا، همینایی که عقلشون رو قفل کردن، تابع هوا و هوس و شهوت‌های خودشون هستن. اینهایی که در این وضعیتی که توش هستن همون خودشون رو باختن، با همون روند میخوان به اصطلاح زندگیشون رو به پیش ببرن. در زندگیشون فقط ریخت و پاش هست، هیچ جدیتی، هیچ گذشتی، هیچ انسانیتی، هیچ هم دوستی، انسان دوستی وجود نداره. زندگیشون زندگی حیوانی است. فقط میخوان علفشون خوب باشه، شهوتشون خوب باشه، بتونن جفتک بزنن. اینا هستن. اینا هم افرادی هستن که همیشه با پیامبران در ستیزن. اما نه، الله متعال مؤمن رو یه جور دیگه میخواد. مؤمن در همون طوری که در شکل و شمایلش یک سلوک و رفتارهای خاصی رو داره، یک عبادتهای خاصی رو داره، از داخل تنها این ظاهرش نباید باشه، از داخل هم این عبادتها در واقع انعکاس اون داخل باشه. که وقتی که به اصطلاح خداوند متعال در توصیف مؤمنان صالحان میگه امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما، اونهایی که در خشوع و در راز و نیاز الله متعال هستند، در نیمه های شب سجده، در حال سجده و نماز و نیایش و هستند. اینها فقط این ظاهرشون نیست. یحذر الاخرة یرجو رحمت ربه، اینها افرادی هستند که چشمشون به آخرته، امیدشون به رحمت الله متعال هست. یعنی قلبهاشون در سیر شیوه رسیدن به رضایت الله متعال سیر میکنه. این قلبهای پاک، این قلبهایی که چشم به آخرت دوخته، این قلبهایی که امید به رحمت الله متعال داره، اینها رو کشونده در حالت نیایش و راز و نیاز و نماز و عبادت و صدقه و خیرات و خدمت به خلق و جهاد و اینها رو سوق میده. این ویژگی اون صحابه‌ای بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اونها رو تربیت کرده بودند و در میان اونها دعوتشون رو به ثمر رسوندن. یعنی افرادی که به قول اقبال کسایی که از فطرت و از دین نگهبانی میکنن، حراست میکنن، چه هستن؟ یا بنده صحرایی یا مرد کوهستانی. اقبال لاهوری این افرادی رو که با سختی ها دست تو پنجه نرم میکنن، اینها رو افرادی معرفی میکنه که میتونن آینده رو بسازن. اینها هستند که از فطرت و دین نگهبانی میکنن. اما این یه شرط داره و شرطش اینه که فقط دونستن کافی نیست. شرطش اینه که اون انشراح صدر، اون توفیق رو داشته باشی. یعنی اون غرور، قلبت پر از حقد و کینه و تکبر و خودپرستی نباشیم، دنبال حق باشیم. یعنی اگر ما بگیم که فقط علم و دانش، نه، خیلی از عالمان و دانشمندا هستن که کفر رو انتخاب میکنن. یعنی ما در مدینه منوره وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن، یک کسی بود به نام ابو عامر، پدر حنظله. حنظله
که غسیل الملائکه شد در احد، شهید شد، فرشتگان اون رو غسل دادن. پدرش ابو عامر فاسق بود اسمش، قبل از اسلام بهش میگفتند ابو عامر راهب. و این هم بدونیم که وقتی یک انسان خبیث و جنایتکاری در حق اسلام جنایت میکنه، این از دین نیست که شما بیایید به صلاح بگید که آقا این باید به اسم خوبی صداش بزنیم و فلان و فلان. یعنی کسی به جنایت میکنه مثل این خرمگسی که تو تاجیکستان هست، ظالم ستمگری که مردم رو از نماز و از عبادت و از همه چیز من میکنه و رقص و طرب تو مساجد را انداخته و فلان. یا یکی مثل این جنایتکاری یایی که تو ایران هستند، عمامه و ریش و سبیل و همه چی دارن، اما کفر و ظلم و ستم اینها شیطان رو روسفید کرده. اینها رو دیگه با نمیدونم القاب حجت الاسلام و آیت الله و فلان اینا، نه، اینا رو باید بگی ولی سفیه، اینو بگی باید ظالم متکبر فرعون، بهشون این القابی بدید. ببینید ابوالحکم رو که یک ظالم ستمگر بود در مکه مکرمه، مسلمان ها اسمش رو گذاشتن ابو جهل، اون که اسمش ابوالحکم بود. اما نه، تحقیر کردن اینهایی که بسیار پر از استفراغ غرور هستن در داخل خودشون، باید اینها رو با همون ضربه زد. این فرد بسیار اسمش بود ابو عامر راهب، این رفته بود به سرزمین های شام، اونجا با بیزنطی ها و اونا نشسته بود، مسیحی شده بود و کتاب میخوند و علم و دانش داشت و اینجا مردم برایش احترام خاصی قائل بودن، در حال اهل کتاب شده بود و عربا اهل کتاب رو احترام میداشتن، خودشون مشرک بودن اما اینها دیگه فکر میکردن اینها خیلی میدونن. این وقتی که اسلام اومد و پیامبر رو دید و این دیگه اون غرورش، اون جایگاه وهمی که برای خودش ساخته بود رو در خطر دید و با اسلام در ستیز شد. اسمش چی شد؟ ابو عامر فاسق، بهش میگفتن ابو عامر فاسق. این فرد خب اسلام رو میدونست، علم داشت، اما اون غرورش، تکبرش باعث شد که اسلام نیاره. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم غرور و کبر رو چطور معرفی میکنن؟ میفرمایند الکبر بطر الحق و غمط الناس. کبر قبول نکردن حق، کسی که حق رو میبینه و قبولش نمیکنه متکبره. و غمط الناس و تحقیر دیگران، کسی که دیگران رو تحقیر میکنه. آقا یعنی وقتی که مثلا الله طالوت به عنوان پادشاه برای اونهایی که اون ملئی که رفته بودن من بنی اسرائیل الى وقتی یک گروه بزرگی از بنی اسرائیل رفته بودند الى نبی لهم، پیش یکی از پیامبرانی شون که برای ما یک سرداری رو انتخاب کن که با ما باش بجنگیم و دشمن رو شکست بدیم که آقا پدران بچهای ما رو کشتن و زنهای ما رو به کنیزی گرفتند و فلان و فلان. وقتی که طالوت رو خداوند انتخاب کرد گفت انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک منه. چطور طالوت ما که از اون حقدارتریم؟ ولم یؤت سعة من المال، این که پولی نداره، این که مال و منالی نداره، ما پولدارا اینا ما حقدارتریم. این انسان هایی که عقلهای کوچیک چرا این رو قبول ندارن؟ چون که تحقیرش میکنن. این بی کس و کار چطور میشونه بهتر از ما باشه؟ حتی قریشیان کافران میگفتن چی؟ لولا ارسل علی رجل من القریتین عظیم. یعنی چی شد که خداوند نمطور هیچ کس ندید همه محمد رو انتخاب کرد؟ خب حالا حداقل یکی از شخصیت های درجه اول طائف می بود، از شخصیت های درجه اول مدینه می بود، مثلا ابو جهل پیامبر می شد، صفوان پیامبر می شد، ولید پیامبر می شد، یه چیزی. این جوونه که بچه مثل بنی هاشمی بشه، این تحقیر دیگران، این کبره. تحقیر دیگران باعث میشه که حقیقتی که بر زبان اونهاست رو قبول نکنه. این غروره، کبره. وقتی که کبر در حال نشست، دل ها نشست دیگه اون دل. اما وقتی که نه، علم باشه و تواضع، هر کسی علم داشته باشه، غرور نداشته باشه، به هدف میرسه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آغاز دعوت، هنوز دعوت رو آغاز نکرده، در آغاز نبوت میاد خونش
و حکایت به اصطلاح در غار حرا چه صورت گرفت و فرشته چطور اومد رو برای همسرش خدیجه تعریف میکنه. خدیجه چیکار میکنه؟ فوراً کسی که الان یک شخص عالمی که بفهمه که این قضیه چه هست، خدیجه خب چیزی نمیدونه از این مورد، میگیره پیامبر رو میبره پیش پسر عمویش ورقه پسر عموی خدیجه هست، پیرمردی است، سالیان تحقیقات کرده، سفرها داشته، رفته تورات، انجیل، کتاب‌های اون زمان رو خونده و داشته اونجا هم در مورد انجیل تحقیق میکرد و مینوشت. پیامبر رو وقتی پیشش برد، پیامبر براش تعریف کرد. ورقه سیرت پیامبر که خود پیامبر نمیدوندش، ورقه با اون علم و تجاربی که داره این سیرت پیامبر رو میخونه، میدونه که این مسیرت تو پیامبر خدا هستی و مسیرت همون مسیری هست که همه پیامبران رفتن. و بهش میگه که ای کاش روزی که دشمن ملتت، همین قومت تو رو از شهرت بیرون میکنن، من زنده باشم تا بتونم کنارت وایسم. ورقه پیرمردی هست، یکی پاش تو قبر و یکی تو بیرون، میدونه که شاید به زودی بمیره. پیامبر تعجب میکنه، میگه اوا مخرجیهم، اینایی که من اینقدر دوست دارن، من محمد امین هستم پیششون، برام اینقدر احترام قائلن، اینا منو نه عبدالمطلب رو از شهرم، از مکه بیرون میکنن. ورقه میگه که هیچ احد الناسی با این دعوتی که خداوند متعال تو رو براش فرستاده نیومده، هیچ پیامبری نیومده مگر اینی که قومش، ملتش، مردم با اون در افتادن و با اون دشمنی کردن و اونو از شهر و دیگارش بیرون کردن، اذیت و آزارش کردن. و ورقه مسلمون میشه و مدت بعدی هم که ورقه میمیره. در اون آغاز پیامبر، یعنی ورقه گویا که مثلا ورقه رو خداوند متعال عمر داده بود تا بیاد به پیامبر بگه در آغاز که چه روزهایی در انتظار توست. در همین میان افراد دیگری از علما رو میبینیم. عبدالله ابن سلام وقتی پیامبر وارد مدینه منوره میشه، عبدالله ابن سلام یکی از بزرگترین علمای یهود هست و در مورد پیامبر خاتم و علامت‌های پیامبر خاتم و همه اینها خونده. وقتی میاد پیامبر خدا رو میبینه و اون چیزی که میدونه بر معیار علم و دانشی که داره، میگه اشهد ان لا اله الا الله و انک یا محمد رسول الله، مسلمان میشه. اما این یک انسان عالم هست و در این حال متواضع و فروتن، دنبال حقیقته. کسی که دنبال حقیقت باشه بهش میرسه. سلمان فارسی از به سلام اصفهان بیرون رفته به سرزمین های زیادی سفر کرده، فلسطین رفته، عراق رفته، سوریه رفته، بعدش رسیده به سرزمین حجاز، رسیده به اصطلاح پیش گرفتنش علمای زیادی از علمای مسیحیان رو دیده، در دیره های زیادی خدمت کرده، الان رسیده به مدینه منوره، اونجا به عنوان برده گرفتنش. تا پیامبر رو میبینه سلمان از همه مردم اون منطقه عمر بیشتری داره و تجربه بیشتری داره. با دیدن پیامبر و شناخت علامت‌های نبوت بر معیار همون داده‌های علمی که داره میاد و مسلمان میشه. اما در داخل همین مدینه علمای دیگه هم بودن، حجی ابن اخطب و نمیدونم سرکرده های خیبر و سرکرده های سلام ابن مشکم و سرکرده های بنی نظیر و بنی قینقاع و بنی قریظه، اینا همه علمای و سرشناس یهود بودن. اما چی؟ کبر، غرور، که ما هستیم و ما از بنی اسرائیل هستیم و ما از دماغ فیل افتادیم. اون وقت یک کسی از همین عربها که برای عرب‌هایی که ارزش قائل نبودن، از اینها پیامبر انتخاب بشه. چیزی که الان شما میشنوید افرادی که مثلا تحقیر میکنن عرب رو و چرا هدف میگه که یعنی اینا از اینا ما پیروی کنیم، از اینا پیامبر از اینا باشه.
خودشون فکر میکنند که از یک خمیره دیگه‌ای به وجود اومدن، از انسانیت به دور، از مفاهیم انسانی به دور، انسانهای مغرور حق و حقیقت رو رد میکنن و دیگران رو تحقیر میکنن. عبدالله بن سلام که یک جامعه شناس خیلی قوی بود، به پیامبر این قضیه رو گوشزد کرد که یا رسول الله، این یهودیان انسانهای بسیار مکار و حیله‌گر و حقودی هستند، حالا میخوایی که اینها رو به اصطلاح غافلگیر کنید، بهشون نگو که من مسلمان شدم، در مورد من از اینها بپرس. تا میخواد پیامبر رو آشنا کنه با چی؟ با طبیعت این انسانهای رذیل. و خودش داخل اتاق میره، پیامبر میگه این سران یهود رو دعوتشون کن و در مورد من از اونها بپرس. پیامبر هم این کارو کرد، سران یهود رو دعوت کرد و ازشون پرسید که عبدالله بن سلام در میان شما چه جور انسانی؟ پیامبر اسلام در مورد یکی از رهبران ما میپرسه، یکی از شایسته ترین علما، میگن که این سرور ماست، عالم و دانشمند ماست. البته این اصلا از خانواده علم و دانش هست، پدرش هم انسان بسیار صالح و نیک و اهل خیر و تقوا بود و عالم بزرگی بود و جد و اندرجد چنینند اینها، و شروع کردن تعریف میکنن در مورد عبدالله بن سلام. پیامبر فرمودند خب اگر همین عبدالله بن سلام که همچنین جایگاهی در میان شما داره اگر مسلمون شد، اون وقت شما اسلام قبول میکنید؟ گفتند العیاذ بالله، چطور شخصی به علم و درایت و دین و اخلاص عبدالله بن سلام بیاد مسلمان بشه؟ امکان نداره. پیامبر فرمود اگر شد خوب، نه امکان نداره. در این اثنا عبدالله بن سلام اومدن بیرون و گفتند اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول. همین افراد همون لحظه 180 درجه چرخیدن، گفتن که نه آقا، این بدترین انسان ماست، این جاهله، این نفهمه، این خودفروخته است، این دشمن است، این نمیدونم نوکر بیگانه است، پدرش همینطوری بود، پدرم در جد اینو چنینن. همون حرفایی که زدی بودن برعکس اونها. عبدالله سلام پیامبر فرمودند که یا رسول الله دید این الیهود قوم بهت، این یهودیان ملتی هستند که زیاد تهمت میزنند، زیاد دروغ میگن، و اینها نمیشه حساب کرد. و این خصلت رو شما میبینید در خیلی از مذاهبی که حتی خودشون رو به اسلام منسوب میکنن، انسانهای دروغگو، انسانهای دغل‌باز. این دغل‌بازی و دروغ در بین برخی از انسانها به حدی میرسه که همین دغل‌بازی و دروغ و مکر و حیله رو جزئی از دینشون میذارن. شما الان میشنوید در دین برخی از دیانت‌ها و مذاهب تراشیده شده میگن که آقا تقیه یعنی چی؟ یعنی مکر، حیله، دروغ. تقیه رو دین میدونن، بعد میان به ائمه و صالحان چی میدن که التقیه تو دینی و دین و آبایی. یعنی نه اینکه خودشون دروغ میگن، نه اینکه خودشون مکار و حیله‌گرن، بلکه حتی پیامبرانشون رو میگن که آقا این امامان ما که صفت پیامبری براشون دارن، اینها هم دروغ میگفتن و میگفتن نه تنها ما دروغ گوییم، پیامبران ما هم دروغ بودن و دین ما اصلا دروغه. اینو باید محاسب باشیم، عقلمون رو رشد بدیم، جامعه رو رشد بدیم تا در همچنین حالتی نیفتیم. همین افراد همه عالم بودن، سران یهود عالم بودن، پیامبر رو میشناختن، ایمان نآوردن. چرا؟ همین غرورشون. یعنی مادر مؤمنان صفیه بنت حیی ابن اخطب، حیی ابن اخطب سرکرده یهودیان بود، یهودیان بنی نظیر. و وقتی اسلام اومد صفیه دخترش بود، تو خونش بود. پدرش با ابو یاسر تازه پیامبر اومده از مکه مکرمه وارد مدینه نشده، در قبا هست. حیی ابن اخطب با ابو یاسر عموی صفیه اینا بلند میشن میان که ببینن این شخص که ادعای پیامبری میکنه واقعا حقیقت داره. صفیه میگه که من منتظر پدر عموم بودم که بیان. اینا اومدن، صبح رفته بودن، مغرب برگشتن.
خسته و کوفته دارن راه میرن، ملان دارن پیش میرن که من اومدم هیچ اصلا به من توجه نکردن، من اصلا انگار که نمیبینن، با خودشون حرف میزدن. عموم به پدرم میگفت تو خدا واقعا این همون پیامبری هست که خدا فرستاده؟ گفت بله واقعا همونه. گفت تو مطمئن شدی همه سوالات، همه نمیدونم علامت ها رو؟ گفت همه علامت ها 100% مطمئنن خودش. گفت حالا چی کار میخوای بکنی؟ گفت تا زنده هم باش میجنگم، قبولش نمیکنم. اگر من قبولش بکنم این جایگاه و منظره به اینا، ما الان سرکرده یهودیان بنی نظیریم. اگر من اون رو به عنوان پیامبر قبول کنم چی میشه؟ من به همه این بنی نظیری ها، همه قوم من میشیم مثل سایر عرب ها، مثل همه صحابه، همه با هم برابر میشیم دیگه. اون زعامت و رهبری و کد خدامنشی من کجا میره؟ این رو مادر مؤمنان، دختر همین شخص، بعدها تعریف کرد که بله پدرم همچون بود. همین پدر واقعا تو همون کفرش صداقت داشت، مثل برخی از مسلمان های منافق های زمان ما نیست. برخی از مسلمان های زمان ما تو اسلامشون، از اسلامشون شرم دارن و برخی از منافق ها و کافرهایی که تو سرزمین های ما هستن فکر میکنن چون که در خانواده مسلمون و تو سرزمین مسلمون به دنیا اومدن دیگه اینا مسلمونن، باید نقش مسلمون رو ایفا کنن. یعنی خودشون کافرن، نه ایمان دارن به اسلام، نه به قرآن، نه به تعالیم دین، نه هیچی. اما چون که از این خاک برخواستن، کسای دیگه اینها رو قبول ندارن، دیگه زورکی خودشون رو شکل مسلمان ها میدن. اینها میبینید که اصلا اینها همیشه حرفشون چه از طعنه زدن به اسلام و نمیدونم فلان. نه، حیی ابن اخطب تو این مسائل مرد بود. حیی ابن اخطب همونی بود که رفت وقتی از بنی نظیر خیانت کردن و از شهر رانده شدن، رفت به خیبر و با خیبریا دار و مدار کرد و پول و ثروت بسیار کلانی داشت، همه رو در اختیار برای شعله ور کردن فتنه به راه انداخت. بنی قریظه رو هم گول زد و جنگ احزاب رو به راه انداخت و بعد از بنی قریظه دستگیر شد. وقتی آوردن که پیامبر خواستن که مثلا این اسیر شده دیگه و این همه جنایت کرده، اینها حکم اعدام، گفتن که یالا چی میگی؟ گفت میدونم این قصه جنگی هست که خداوند بر بنی اسرائیل نوشته، این در تقدیر ما هست و من میدونستم که هر کس با خدا در افتاد بر افتاد. من میدونستم که روزی به اینجا میرسم و در همون جا هم حاضر نشد که کوتاه بیاد و در همون جا، در همون کفرش مردانه کشته شد. ابوجهل هم در کفرش افتخار میکرد به کفرش و در کفرش کشته شد. نمیخواست از اون کبر و غروری که توش داره حتی در لحظه مرگ هم پایین تر بیاد. اینا عالم بودن، اما کبر و غرور و حسدی که در دلهای اینها بود مانع شد که مسلمون بشن. پس علم کافی نیست، علم و دانش کافی نیست. در کنار علم و دانش تربیت نفس مهم هست. در کنار علم و دانش باید بدونیم که تزکیه نفس از همه چیز مهمتر است. یعنی انسان باید در فکر این باشه که چطور خودش رو به سعادت برسونیم. قد افلح من زکاها، رستگار شد اون کسی که نفسش رو تزکیه کرد، پالایشش کرد. قد افلح من زکاها، قد افلح من تزکا. کسی که خودش رو قلبش رو پاک کنه اونه که رستگار میشه. پس یک مقداری تربیت، این میدان تربیت خود هست. خودمون رو تربیت کنیم، خودمون رو رشد بدیم تا چون صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشیم که قبلا هم گفتیم صحابه رسول الله چنان تربیت شدن که امام قرافی میگه که اگر پیامبر معجزه ای نمی داشت جز صحابه ای که تربیت کرده بود، این برای اثبات نبوت پیامبر کافی بود. شیخ محمد غزالی هم همچنین حرفی میزنن که تربیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از به صحابه بعد از قرآن کریم
معجزه این دین هست که چطور پیامبر اومد از ملتی و قوم